اونا که ندارن ناموس میدن فوش ناموسی. جز توهین چی دارید دنیای مکتب پیروزی؟ حتی هوادار خودتون میگیره گوش بچه‌شو. از استقلال فرهنگ و اصالت رو باید بیاموزید. ما یاد گرفتیم ادب، ریشمون از اصالت. استقلال یعنی شعور، یعنی مرام، یعنی نجابت. ولی یه جا میدیم رد، باید مثل خودت کنیم صحبت. یه چی کلوف میدیم ملباتون کنه حسابت. تا یاد بگیری جلو ماها لباتو باعث به هم بدوزی. درازای وسط پامون از پهنا تو تیم پیروزی. هواداران پیروزی بعد از مدت‌های بازی رو بردن و شروع کردن به توهین تا نشون بدن تو کجا بزرگ شدن. بتونه جفتک میندازید. تیم اعتصاب کرده خوزستان رو به کمک داور بردید و با یه بازی بیشتر زیر استقلالید. خیلی بهتون فشار اومده؟ شما لنگیا مکتبتون هم انقدر لجنه. تیمی که مؤسسش علی عبده باشه، اسطورش خواهرش رو به عقد خودش در بیاره، بازیکنش اتوبوس تیم ملی رو بکنه مکان، از هوادارهای نخود مغزش هم بیشتر از این انتظاری نمیره. یه پیرمرد سپاهانی بود، یه سری حرفا رو به طرفدارای پیروزی زد که الان مشخص شده حق کاملا با پیرمرد سپاهانی بود. دمش گرم.